اومدیم من و مامان و خاله اومدیم بریم خرید. خانوما اومدن خرید، آقایون رفتن ماساژ بگیرن. 2 دسته شدیم امروز. ما بریم جیب آقایون رو خالی کنیم، آقایون رفتن ریلکس کنن که خانوما دارن جیبشون رو خالی میکنن. این هم شاپینگ سنترش. وسط پارک رد شدیم. بادی هم میاد ولی گرم. یعنی اینا که اینجا زندگی میکنن خوش به حالشونه، هیچ وقت سردشون نمیشه مثل من که اینقدر ننه سرمایی هم. هوا گرم و عالی. اونم مامانان جلو اسکوتر انگار زیر پاشونه، اینقدر تون راه میرن. اینجا اومدیم، فکر کنم اینجا اسمشو نوشته هر جایی هست. اینجا اسم پارکه. Allah işte diyorum ya zor. Cezvemiz tadını. Arkadaşlar. خب رسیدیم بالاخره. خب اینجا دوباره نمیدونم چه سیستمیه تو ترکیه. نه فکر کنم آقا. نه بس. نه آب تو بگی دسته فکر نمی‌کنم. کیفمون شاپینگ سنتر خوشگلیه، سرسبزه. حواسم به مامانا باشه گمشون نکنم. من اینجا گفت بریم غذاخوری ها رو رد کنی، آخرش میخوریم به لباسیه. آره اینم درخت نه. خیلی تون راه میرین شما ها، بعد دنبالتون بدوین. بریم فعلا توی چنل سفارش نوشینگلی ببینیم ماگی داره یا نه. توی چنل من سبز میبینم یاد سهیلا میافته. Evet. Bari en azından ya da konuş. جای همگی خالی. دعا میکنم همتون خانواده هاتون رو ببینین همینجور که من دیدمشون، دارم در کنارشون لذت میبرم. مثل اینکه این هم بریم وسیله خونه هاش. آره ماگ میخواد نوشین. بیا پیدا کردم ماما. اینم ماگ نوشین خانم. یعنی نوشین توی همه میخوره به بزرگی؟ آره اینا کلکسیون داره. یه دونه میخواد دیگه. من چه میدونم چند تا.
یک روز آفتابی خوب دیگه. ماماگلی ها و باباگلی، خاندایی و کیهان دوباره پیش به سوی خرید. خونه خرید بخور بخواب. سفر این دفعه اینجوریه، گردشی زیاد نداری. این دوتا مامانا انگار اسکوتر زیر پاشونه، یهو غیبشون میزنه. خوبه تلفنم ندارن، گمشون کنیم دیگه گمشون کنیم، زبونم بلد نیستن. ولی خیلی گرم و خوبه هوا. وای جای همه اینا که تو انگلیس الان دارن یخ میزنن خالی. رنگی رنگی درست کردن. الان ما بریم داخل این پاساژه. خب یه دور بزنم اینجا رو فیلم بگیرم. پیش به سوی مکدونالد. اینقدر اینجا دونر آشغالی خوردیم این چند روز. چی بودن؟ بریم یه مکدونالد بزنیم. وای چه بو کافی اومد. نم دو چرخه ها رو تو دیوار کردم برای گلدون جلوش. چه جالبه. لشگر شکست خورده شدیم. مامان و دایی جون جلو، خاله و کیهانم جلوتر، منم که آخر مثل همیشه. عادل
باحاله. یه دونه اینجوری با بذاری در خونه به جام گاریه. نه ببین دور تا دورش دارم فیلم میگیرم. دیدمش. بعد این پایینش هم میتونی هرچی خواستی بدی بعد بنویسه. بزنه کیهان متقی. چندیه؟ 3671 لیر. چقدر خوشگلن نگاه. خوشگله. اینه یه چیز خاصی آره. این هم خاصی. نه همشون خوشگله. اینم میگه بغلش میشه یه دونه این بسکویت بذارم. بذار یه دور بزنم ماما نریم. Kapak böyle aldım. Yıkadım. Kapak düşünce oradan kırıldı. Başına neden bahsediyoruz sadece kapakları ama. İyi de. Fayda. Kaç para şimdi? Kuşakasının ne var ya abi? Ne oradan aldım. Bu almayı daha bir gerek yok yeterli oluyor. Daha büyük. Ya da buraya. Tamam. اومدیم میگو خریدیم اینجا برامون تمیز میکنن توی کمرش هم تمیز میکنن. کمرش هم برامون در میاد. یکی تون پوست میکنه اون یکی کمراشو در میاره. که میدونم از همون بزرگی نیست. بشون یه دونه بزرگ که بکنم اون بود که همه کوچولو میشن. آره هست. این خوب تمیز میکنن. اگر خواستین خرید کنین بیان اینجا. اشبا نمیخواین؟ بخورین؟ آرمان میخواد. آرمان داخل ترکیه بستنی پاک پیدا کردیم. اینه که تو انگلیس امسال نیاورد اینجا به جاش داره. بر ندار. سوری. جای همگی خالی. ما بستنی پاک توی ترکیه گیر آوردیم. درست میکردن. اینم کوچه پس کوچه های ترکیه. دنبال یه آدرس میگردیم. یه لوکیشن برامون فرستادن از کلیسای ازمیر. پیداش نمی کنیم. جلسه شون هم شروع شده. فکر کنم دیگه نرسیم. پیدا نکردیم. اینجا کمش سالن غذا. اینجا کلیسای معروف ازمیر خیلی قدیمیه. اومدیم اون کلیسای ایرانی ها رو پیدا نکردیم. اینقدر گشتیم 45 دقیقه. اومدیم بیایم کلیسای پولیکارپ رو ببینیم. خب بریم تو دیگه. زده فلش داده درش این درش اینجا. خب زنگ بزنیم. ما میخوایم بریم این کلیسا. ترجمهش بکنه. نمیدونم چیزا زده که مثلا تعطیله کلیسا تعطیل نمیدونم. فیلم اینجا قشنگ‌تر. پیتزا هات هم اینجا داره. میگم پیتزا هات هم داره اینجا.
ما از صبح تا حالا در به در به دنبال کلیسا ایرانی رو پیدا نکردیم. الان داریم میریم به دنبال کلیسای معروفشون. یک کلیسای معروف پولیکارپ هست اینجا توی ازمیر که خیلی قدیمیه، اونم پیدا نکردیم. حالا یه آدرس دیگه بهمون دادن، داریم میریم اونجا ببینیم این کلیسا رو بالاخره ما روز یکشنبه کلیسا پیدا میکنیم یا نه. اینا همه دنبال خودم کشوندم به دنبال کلیسا پیدا کردم. خلاصه این که اینم از یک شنبه ما همینجا خدا رو ما پرستش میکنیم. فکر کنم آخرم لایو شم با کلیسای نور. خب اینجا خیلی هم به چه جایی اومدیم. فقط حیفتی کتاباشون ترکیه. کو ستاره؟ اینجا هم ستاره داره؟ نه اینجا هیچی ننوشته، فقط ستاره داره. رو ستاره هاشون هیچی ننوشته. خلاصه اینکه ما صبح تا حالا به دنبال کلیسای ازمیر ایرانیا بودیم، رفتیم 45 دقیقه پیاده روی کردیم، پیدا نکردیم. الان داریم میریم 45 لیرم دادیم بابت 45 لیرم. راست میگی 45 لیرم پول ندادیم. لازم من 45 دقیقه از 45 لیرم از هرگوم راشی میکشم بیرون. خب دیگه الان دارم برام ده کلیسا تاریخی ببینی آقا اگه پیداش کنیم. الان به دنبال کلیسای پولیکارپ هستیم، یک کلیسای خیلی قدیمیه. اینجا رفتیم اونجا بسته بود، بهمون آدرس دادن اینجا. امیدوارم این یک کلیسا رو پیدا کنیم. خلاصه اینکه ما صبح تا حالا در به در همینجوری دنبال یک کلیسایی پیدا هم نمی‌کنیم. آخرام میریم کلیسای نور لایو میشیم، کلیسای خودمون. تموم شد و رفت. چه بالاخره بذار صلیبشو بگیرم. بالاخره فکر کنم پیدا کردیم، ولی یه صدای الله اکبر این بغل میاد. سه تا 5 اسم الاف شید و سر دیگه. واقعا؟ نه این چیه الان مانده توه اکسپت ساندی. ساندی فرق کنه. ساندی خب چیه؟ ساندی تعطیل یا نه؟ ما چه میدونی؟ امروز تعطیله پا کلا. نه ساعتش زنگ بزنی آقا بیا. آدم توشیه. زنگ بزن. این درش کدومه ایوه؟ بیا اومده. اینجا تا غسل تعمید نگیری اجازه نمیدن بریم بیرون. اینم پولیکارپه. اینم کلیسای پولیکارپ. بالاخره پیداش کردیم. میگم بالاخره پیداش کردیم. چرا این سقفش هیچی نداره؟ اون تو عکسش سقفش خوشگل بود، اونجا بود. فکر کنم بستنش، انتقالش دادن نوسازی.
مشکله این تعطیل برای خودشون باشه. اینا فکر کنم فرانسیس آسیسیه. اومدم بریم. همین تابلوشو مثل همه؟ نه تکراری هم داره. ولی چقدر قشنگ درست کردن نه؟ ولی حیف که اون کلیسا هستی سقفش هم بود. نمیدونم اینجا چرا نداره. فکر کنم همون بود دیگه. او جا به جا شده دارن تعمیرش میکنن. آخه نوشته بود یه سالم تو جنگ اون سوخته بوده برای همین انتقالش شده اینجا. برای سقف و عکس قدیمی. آره میگه با اینکه تعمیرش کردن نقاشیاش میگه مال نمیدونم کی بوده. این نقاشی‌های معروف قدیمی. اینا هم کلیسای سنت پولیکارپ ازمیر که به انگلیسی میشه به ترکی میشه عزیز پولیکارپ. همینو میشه عزیز. یه مکان بازدیدیه همونجایی که ما الان اومدیم. کلیسای کاتولیک به لحاظ تاریخی و فرهنگی جایگاه خاصی میگه در این شهر داره و مردم این شهر احترام خاصی برای این کلیسا قائل هستند. بعد نوشته که قدیمی ترین کلیساهای این شهره و نقش شهر اسمیرنا هم توشه. یکی از 7 کلیسایی که توی کتاب مکاشفه ازش صحبت شده. بعد نوشته که به درخواست شاه فرانسه لویی 13 و به دستور سلطان سلیمان اول عثمانی در سال 1625 میلادی پایان یافت. چه جالب. کار ساختش به درخواست شاه فرانسه لویی 13 شروع شده و به دستور سلطان سلیمان اول عثمانی در 1625 میلادی پایان یافته. اما زلزله 1688 و آتش سوزی مهیبی که در این کلیسا رخ داده خیلی آسیب‌های زیادی بهش زدن. بازسازیش کردن ولی دوباره مثل اولش نشده. نقاشی‌هایی که اینجا هست جای دیدنیش. ولی اون کلیسای اصلیش این نیست که سوخته و اینا. انتقال دادن. اونجایی که من رفتم آدرس اینجا رو دادن جابجا کردن. اون یه کلیسای جدید. این ساختمان نوسازه اصلا هم اون نیست. خلاصه اینکه ما رفتیم اونو ببینیم اینجا رو اومد. اونجا تعطیل بود. اینم از کلیسا. ماما اینا هم که اصلا مامانم اومد داخل. خاله نیامد. دایی جون نیامد. نمیدونم. اینا هم این رفتیم بگیرم. میبردین اینجا؟